هر چیزی همتای خودش رو جذب میکنه. هیچ وقت فکر نکن که با درماندگی و مدام نگران بودن میتونی مسائل رو حل کنی، به ساحل آرامش برسی. فکر نکن که چون دغدغه عظیمی داری حق داری که همش نگران باشی، چرا که پشتوانه شما بسیار بسیار قوی تر از اون چیزیه که در مقابلت قرار گرفته. به یاد بیار که چه طوفان‌های سختی رو تنها با یاد و حضور پروردگار پشت سر گذاشتی. به یاد بیار مسائلی رو که فکر می‌کردی هیچ وقت حل نمیشن، هیچ راه حلی براشون نیست، اما اونی که همه عمر مراقب و نگهدار تو بود باز هم بهت راه حل نشون داد. خب باز هم نجاتت داد. اون خدا هنوزم کنارته، هنوزم مراقبته. گاهی باید فکر کردن رو متوقف کنی، 2 تا 4 تا کردن رو متوقف کنی و بیشتر دعا کردن رو یاد بگیری. یاد بگیر که وقتی انرژیت کم میشه از منبع بی‌پایان خداوند استفاده کنی. از خداوند بخواه که خداوند اجابت کننده مهربان است.